به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، امیدوارم از هر جایی که ما را میبینید سلامت و سربلند و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. اویله یکی از نعمت‌های بزرگترین الهی است و اویله برای انسان امانت است از جانب پروردگار جل و علا. سوال این است: چرا اویله ها ویران میشوند و چگونه میتوان پیش راه این ویران شوی اویله ها را گرفت؟ مهمان برنامه ما استاد گرامی سردار ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان استاد جمال الدین خاموشی. خوش آمدید استاد گرامی به برنامه. در اول میخواستم از شما پرسم سبب های اساسی جدا شوی اویله ها کدام هایند؟ به نام خداوندی که سزاوار پرستش است آغاز میکنم. البته خود معلوم است که اویله از جمله مقدسات است، یعنی در فرهنگ امروزه ما، در عرف عادت ما اویله دار شدن یعنی یکی از چیزهای بسیار مهم و ضرور و مقدس است. و حتی کشور ما سال 2015 سال را سال اویله اعلان کرده بودند. البته این هم دلیل شرعی هم دارد، چون که سالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همسری با وفایشون حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و اینچنین عمکشون ابو طالب از دنیا گذشتن، اون سال را سال غم نامیدند. یعنی نامگذاری هم یعنی سند یا که اساس شرعی دارد. سال 2015 در تاجیکستان در کشور عزیز ما سال اویله بود، اویله داری بود، تا اینکه پیش راه اون چیزی که شما گفتین گرفته شود. البته پاشخوری اویله ها در همه جا در همه کشورها وجود دارد. خانه‌ها انسان به این چیزها روبرو می شود، اما باید کوشش کرد که تعدادش حداقل کم شود، یعنی سال به سال رشد نداشته باشد. البته اویله دار شدن این خود هنر نیست، بلکه اویله داری هنر است، چون که در شرایط فعلی یک نفر وقتی که 18 سال دختری خود را تربیت میکند و آن را پس بخت میکند، باید که یک زندگی منظم یا زندگی با ترتیب داشته باشد. اما در شرایط فعلی نسبت سالهای پیشین فرق میکند. مثلا سالهای پیشین فقط پدر و مادر والدین کلین را میافتند، انتخاب میکردند و فرزند خانه‌ها سرکشی نمیکرد، قبول میکرد، اویله دار میشد. اما در شرایط امروزه باشد اگر جوانان خود همسر خود را مییابند یا به اصطلاح بخت خود را مییابند و پدر و مادر احترام میکنند و آن اویله را برپا میکنند و متاسفانه این اویله هایی که خودشان مییابند بخت خود را اکثرشون در مدت یک سال جدا میشوند. این که بسیار جای تاسف است. یعنی این با اون خاطر است من فکر میکنم که اون چیزی که وعده هایی که آنها نسبت یکدیگر میکنند صمیمی نیست، جدی نیست، یعنی نسبت به حیات یکدیگر بی‌پروا هستند. فکر نمیکنند که خود جانب پسر باشد خود جانب دختر که اینقدر سال زندگی کردن امروز به وایه رسیدن، اونها آینده باید یک زندگی نمونوی داشته باشند، یا زندگی داشته باشند که نه فقط تنها خودشان، حتی در عرف مردم ما طرف دختر طرف بچه همه سرخم باید نشود. یعنی با یک زندگی شیرین یا زندگی با برار و با محبت و با یعنی باوری داشته باشند. سبب پاشخوری اویله ها بسیارتر به این خاطر است من فکر میکنم که تحمل پذیری امروز وجود ندارد در اویله ها. یعنی چه از جانب دختر چه از جانب پسر تحمل پذیر نیستند. من فکر میکنم اویله داری اصلا این خود مسائل حقوقی نیست، مسائل اخلاقی است. اگر در زندگی زن حق خود را طلب کند، مرد حق خود را طلب کند، با قول عربه از لوی نمیبراید، باید گذشت کرد. یعنی اگر گذشت باشد، تحمل پذیری باشد، اگر اویله ها به سوان میرسند و انشاءالله آینده از اونها فرزندای سالم و صالح به دنیا میاد که هم برای جامعه هم برای خانواده یک فخر است. اگر رفت یک طرفه باشد، اگر البته باعث ویران شوی و البته وقتی که ویران میشه خدا نگاه دارد، خواه بچه خواه دختر وقتی خود را میابد مشکل بالای همه فرزند میشود که این بسیار جای تاسف است. استاد فکر میکنم یکی از عامل‌های دیگری که اویله‌های جوان زود از هم
میپوشند، یعنی جدا میشوند، پوش میخورند. یکی از سبب‌های یکی از عامل‌های آن این است که آنها اولو تیار نیستند علما، یعنی هیچ معلوماتی یعنی ندارن، نه از نگاه دین، نه از نگاه اولیداری و دیگر، یعنی تیاری خوب ندیدن برای اولیدار شدن. ممکن یک مین وجه ممکن شاید چنین باشد. و طرف دیگر همین است که فرض کردیم فرزند در ما دخترها یعنی همسران طرف خانواده خود رو همه مشکلات خانوادگی خود رو تحمل میکنن، برداشت میکنن، اما در خانه شوهر این تحمل رو ندارن. خصوصا در شرایط فعلی که تلفن فعال است، کمتر یک کمبودی در اویلش در زنگ میزنن، یک برادرش یا مادرش یا یک نفر کلانترش رو دعوا میکنند که مرا چنین گفتن چنان گفتن و آمده یک مسئله خرد یا مسئله کلان میشود، در اینتیو آمده به سبب پشتخوری اویله ها میرسد. البته بعد دیگر بعضی اویله ها صادف لوحی هم میکنن، یعنی یکون فیلم تماشا میکنن، میبینن، میخواهند که زندگی اونها مانند زندگی همون فیلم باشد، حالا که زندگی اویلوی زندگی صحنوی نیست. این گپ دارد، خبر دارد، باید گذشت باشد، عفو باشد، تحمل پذیری باشد. انشالله امید است که آینده روشن و نورانی میگردد. دین مبین اسلام چه راه‌ها را پیشنهاد میکنند برای پیشگیری پشتخوری اویله ها؟ البته خیلی که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید زیاد کرده است، اگر خود جانبی بچه، خود جانبی دختر، پسر، اگر مسائل اخلاقی آنها کامل باشد، تعلیمات خوبی از طرف اخلاقی داشته باشند، ببینند که کلانسالات چگونه زندگی میکردن، بابا اجدادشون چگونه زندگی کردن، پدر و مادرش در اویله هم رول کلان بازی میکنند. یعنی خودی همه اویله وقتی که خود دختر خود بچه میبینه همه اویله را میبینند، در همه اویله خیلی کلان شدن، میخواهند که با همه خیلی زندگی کنند. اما اینجا اویله فضای خانه کلین از فضای خانه داماد فرق میکنه. یک مدت ممکن نفهمی شود، باید همین رو تحمل کنن، گذشت کنن تا اینکه با وقت بیاد. اما قرآن عظیم شان البته مسلمانان رو تاکید میکنه که و عاشرهن بالمعروف، یعنی با خوبی زندگی کنید و زن رو هم خداوند همین استعداد داده است که میتونه خانه رو رنگ جنت کنه، میتونه خانه رو رنگ جهنم کنه. همین قابلیت زن دارد. اگر زن رموزگیر باشد، رموز شوهر رو بگیرد، رموز خانواده شوهر رو بگیرد، با این فلاکت روبرو نمیشود. مشکلات اساسی که خیلی قبلا هم گفتم تحمل پذیر نبودن است. اگر اون چیزی که در خانه کلین میشود تحمل پذیری میکنه خانه خود رو، اما خانه داماد وقتی که میاد اندک چیزی اندک رو تحمل نمیکنه و سبب خرخشه و نافهمی ها میگردد که عاقبت به یک فاجعه کلان می انجامد. این بسیار جای تاسف است. استاد گرامی، کدام خطایی ها بسیارتر باعث پشتخوری اویله ها میشود؟ البته خطاگی ها بسیار هستند، بیشمار هستند، اما خطاگی اساسی که سبب پشتخوری اویله ها میگردن این خیانت است. خیانت خواه از جانب پسر یعنی داماد، خواه از جانب کلین. و این چنین باز دیگر چیزهایی هستند که در خود اویله ها وجود دارد. فرض کردیم که یا اینکه نفر دستش قلب است به اصطلاح ما، یا دروغگو است. همین چیزها هم سبب ویرانشوی اویله ها میگرده. این چین دخالت نفری سیوم، یعنی خواه از طرف جانب دختر، خواه از جانب پسر، یعنی نفر سیوم وقتی که دخالت میکنند، این هم سبب پشتخوری اویله ها میگردد. اما بین که خداوند در قرآن عظیم شان میفرماید زن را برای مرد لباس میگوید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. این یک حکمت فلسفه نهایت بزرگ دارد. عادی کرده بگیم اگر لباس چی است؟ لباس عیب انسان را میپوشاند. لباس چی است؟ در گرمی و خنکی انسان خود را با لباس حمایه میکند. زن و شوهری هم باید همین باشد. یعنی ما عالم انسانیت عالم ملک یا عالم فرشته نیست. همه خانه گپ دارد، همه خانه خبر دارد. اگر گذشت نباشد، عفو نباشد، بخشش نباشد، اگر زندگی جور نمیشه. یکی از عامل‌هایی که اویله‌های جوان را پراکنده میکند این تنقیدهای گویم ناجو، یک چیزهای خرد و ناچیز رو کلان کرده و زندگی خود را تباه کرده. درست شما قید کردین تنقیدها و اینشین علاوه بر این خیلی قبلا اشاره کردیم خیانت، خصوصا تلفن.
اصلا در شریعت دروغ گفتن اوبال است، ترکی ایمان است. اما در شرایط امروزه دروغ گفتن ممکن نیست. همه چی روشن می شود، یعنی هویدا می شود. امون انسان به آبروگی خودش یک روز نه یک روز خون و خود زده میبرد، چون که وقتی که تلفن قد بسیار میشد با سبب ویرانی اویلوات بسیار اصلی تلفن هم میشود و نفر استفاده میکنه. یک بعد رفته امروز از اون جای در کاری همه چی رو گفته میورن چقدر گپ زده، چند دقیقه گپ زده، چند بار تلفن کرده است. یعنی اینم برای که زن برای مرد ناموس است، برای مرد از همه چیز عزیزتر، از همه چیز مقدستر این همسر است. یعنی همه اولاد مرد رو اگر نامش رو بگی پرون ندارد، اگر زن نفری رو بگرد یک نفر با هوس اگر نگاه کند الکی دماغش میسوزد یا که رنگش دیگر میگردد. یعنی این رو باید قدر کرد، یا زندگی شیرین یا زندگی با محبت با باوری داشت. و دیگر طرف اگر ما نگاه کنیم ببینیم خودی همین مردها اصلا برای خادم زنها هستند. یعنی از هر تو بگو اینجا یا که در مهاجرت مهنتی به خاطر همین کار میکنه، دو میکنه، کوشش میکنه که زندگی تنج داشته باشد، زندگی خوب داشته باشد، زندگی با صلاحیت. طرف مقابل این رو باید قدر کند. باید علاوه بر این اگر اصلا هر چندی کارم کند، اگر از نگاه شرعی همه برد و باختی او بر ذمه شوهر است. خوراکش هم بر ذمه شوهر است، پوشاکش هم، مکان زیستش هم، همه اون چیزایی که ضرورت دارد بر ذمه شوهر است. اما بر ذمه زن یگون چیزی از این چیزا وجود از نگاه شرعی ندارد. حتی زن اگر هرچند سرمندی کلان هم باشد، اگر شوهر یک مرد عادی هم باشد، اگر نفقهش بر ذمه شوهر است. بر ذمه زن یگون نفقه از جانب چی وجود ندارد. استاد گرامی، می‌بینیم وقتی که یک مشکلاتی در یک عائله میآید، هرچند که مشکلات خرد هم باشد، زود نیت و فکرشون به طلاق می‌رود. آیا طلاق راهی اول است برای نجات یافتن از مشکلات ها یا اینکه راهی آخر؟ البته طلاق چیزی خوب نیست، حتی شنیدنش چیزی است که نفرتی کس را می‌برد. اما به این هم نمیشد، خب به این چیز گرفتار میشن. اما نگفته نماند که این طلاق آخرین مرحله زندگی است. باید انسان همه چیز دستش رو بشوید، بعد این کلمه که حرام را از زبانش بیرون کند. و پیش از این همچنین آیت قرآن سوره نساء آیت فراموش کردم، وقتی که در یک خانه مناقشه می شود، خانه هر یک خانه با اندازه خود مناقشه و جنجال دارد. این جای پوشیدن نیست این چیز. وقتی می شود با اصطلاح ما تاجیکا باید با عقلای همون طرف داماده و این طرف دختر یعنی جمع شود و این عائله جوان رو نصیحت کرد تا اینکه آنها از پشتخوری نجات بیابند. یعنی حصه کلانسالان، حصه بزرگان در این نهایت جدیت بسیار است. باید کلانسالان چه از طرف دختر چه از طرف پسر باید همیشه این را نظارت کرد تا اینکه آنها به راه خود را یافتن. باید که در نظارت اینها باشند، خیرخواه و نصیحتگر اینها باشند تا اینکه اینها به این کار دست نزنند. چون که این طلاق این چیز عادی و چیز ساده نیست. این با حیات یک نفر بازی کردن هم این هم زوی انصاف نیست. همین راهی که در قرآن آمده است، اینکه اصولی که پیشگیری از طلاق است در سوره نساء 35 ما آن را ترجمه و تفسیر کنیم برای بینندگان ما. امید است که این یک راهی باشد برای نجات یافتن و دوری از پاشخوری عائله ها. آیت قرآن صراحتا راه نجات عائله ها را در قرآن عظیم شان برای ما راهنمایی کرده است. یعنی یک نفری که از جانب دختر یا نفری از جانب پسر، یک آدمی خالص، تجربه دار خالص که یعنی با دوستوری پراکنده نشود دنی همه عائله ها باشد. اگر اینها را نصیحت کنه، خیرخواهی کنند، انشالله جوانان میفهمند، درک میکنند. خیلی مسائل جدی نباشه، اگر با خود میان گذشت میکنن با میبینی زندگی اینها دوام میکنن. عادتا در جامعه هم میبینی بسیار نفرها مینداری میکنن، حتی شکرانه میکنن که بین ما و بین همسرم در جوانی جنجال بود، روز اول فلان آدم اومد ما را نصیحت کرد، با سبب همون یک سخنی همون زندگی ما جابجا شد تا امروز ما صاحب فرزند و یعنی زندگی ما خوب شد. از همون آدم تا این روز ما مینداری میکنیم و خود را قرضدار اون میدونیم که یک سخنی همون ما را یعنی از این روی هلاکت به راه نجات به صحنه نجات بود. سلامت باشد استاد گرامی. نقش مرد و زن در نگاه داشتن عائله سالم
چی است؟ بله، البته در عرف در عادت مردم ما هست که مردها در صحرا هستند، یعنی از پی کار و بار هستند، مادر بسیارتر با همراهی فرزندان است و این چنین کودک ها هم حتی کودک ها هرچند خردسال هم باشد، اگر زندگی پدر و مادر رو خوب مشاهده میکنند و همه حرکت های آنها رو همچون دستگاه عکاسی عکس کرده در ذهن خود میگیرند. وقتی اگر پدر و مادر دروغگو نباشد، یعنی دشنامی کردگی نباشد، چونین فرزندها با کمال میرسند. اگر وقتی که اویله دویم با جنجال و خرخشه باشد، اگر اینا چونین به وایه میرسند، وقتی که اویله هم بنیاد میکنند، از همین رفتار و از همین چیزی در زندگی دیده استفاده میکنند. اینجا حصه مادران بسیار هم زیادتر است. حتی بین پیامبر صلی الله علیه و سلم به این مسئله مادر چون تاکید میکنند، علیک بذات دین تریبت یدک. اگر زن با دیانت باشد، زن صاحب اخلاق باشد، با عفت باشد، امید است که فرزندهای سالم و صالح و صالحه به دنیا میارد که هم برای جامعه هم برای خانواده یک فخری بزرگی است. استاد گرامی، در اخیر میخواستم یک مصلحتی برای اویله هایی که در راه به جداشوی یا شکست یا ناامیدی هستند، میخواستم که یک مصلحت یک مشورت خوبی میدادید تا اینکه فکری جداشوی نکنند، بلکه فکری اصلاح داشته باشند. البته پیشتر هم قید کردیم که وقتی که یک اویله پاش میخورد ویران میشود، خواه نخواه وقتی خود را مییابد. مردم ما یک سخن بسیار خوب دارن، میگن که غیر نماز روزه همه کار دنیا پشیمانی دارد. وقتی که انسان در خصوصا مسئله اویله داری به حالت غضب می آید یا که یک حالت ناگوار رو برو می شود، باید که استغفار کند. حتی در حالت غضب پیامبر علیه السلام توصیه میکنه که راست باشد بنشیند، نشسته باشد دراز بکشد تا اینکه همون غضب از اون دور شود و این کلمه نامناسب رو بر زبان خود نآورد. یعنی انسان وقتی که اویله بنیاد میکند، وقتی خصوصا در شرایط فعلی که وقت‌های خود را خود می‌یابند، چقدر وعده‌های بالاخانه‌دار یکدیگر را می‌کنند، باید که صمیمیت داشته باشند، در همون وعده‌های خود بایستند. همچون جوانمرد باید همه خانه گپ دارد، خبر دارد، گذشت کنند، عفو کنند، به حیات یکدیگر نادیده نگیرند، سبک پین ندارند. انشالله از خدا امید است که صبر تلخ است اما میوه شیرین دارد. خود جانب دختر خود جانب پسر وقتی با مشکلات اویله روبرو میشن، اگر صبر کنند، اگر هرچند که برای اونها دشوار هم باشه صبر کردن، چون صبر تلخ است، دشوار هم باشه، اگر صبر کنند اویله اونها پراکنده نمیشد، پشت نمیخورد، روز میشد بود بیاد بسیار خرسند میشن از این صبر کرده اشون. چون که خداوند در قرآن عظیم میگه ان الله مع الصابرین، رحمت خداوند، نصرت خداوند با همراهی صبر کنندگان است. سلامت سربلند باشید. سپاس زیاد که در این برنامه اشتراک نمودید. بیننده عزیز، اویله سالم این جامعه سالم رو به بار میارد. درست. خداوند جل و علا همه ما و شما و اویله های ما و شما را از تمام فتنه و جداشوی و بدبینی نگاه دارد. آمین. سلامت سربلند باشید در پناه خداوند. السلام علیکم.